سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 53 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتابی Basic English Grammar by Betty Azar. برای نفرانی که نو به کانال ما آمده شدند، ما در کانالمان زبان انگلیسی را از صفر رایگان و آسان به شما می‌آموزانیم و از شما خواهشمان این است که به نوارها لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزمون چنین است: Once you learn to read, you will be forever free by Frederick Douglass. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: وقتی که خواندن را یاد گرفتی تا ابد آزاد خواهی گشت. سخن فردریک دوگلاس. با آمدیم به قسمتی What to watch یعنی چی تماشا کنیم. در هر درس ما با شما یک فیلم و یا یک فیلم تصویری را برای بهتر کردن زبان انگلیسیتان به شما توصیه می دهیم و توصیه فیلم امروزه ما این فیلم The Intern. نام فیلم The Intern سال برآمدش 2015، مقدار دقیقه هایش تخمینا 121 دقیقه و سویه زبان انگلیسیش باشد سویه B1 یعنی سویه میانه می باشد. و اگر گوید که از کجا تماشا کنیم، در دلخواه براوزر نام فیلم را نویسید، بعد از آن کلمه واچ نویسید. اگر خواهید که با زیر نویس تماشا کنید with subtitles نویسید و یا سلکه و یا پیوند فیلم را از تلگرام کانال ما گرفته می توانید. چون که میدونید ما در درس قبلی باب ششم کتاب را تمام کردیم و از این درس باب هفتم کتاب را آغاز میکنیم و موضوع باب هفتم کتاب count and non-count nouns یعنی اسم های حساب شونده و حساب نشونده در این درس باشد. ما موضوع یکم باب هفتم را به شما میفهمانیم. درس 53 چقدر که گفتم در این درس موضوع یکم باب هفتم را میگذاریم و موضوع یکم باب هفتم nouns count and non-count اسم های حساب شونده و حساب نشونده. در پایان برای خوبتر فهمیدن یک تا مثال آوردیم: A book, some sugar یک کتاب، کم شکر. در این درس ما با شما میفهمونیم که کدام اسم ها حساب شوندند و کدام از آنها حساب نشوندند. برای خوبتر فهمیدن میگذاریم به موضوع امروزه. چقدر که گفتیم موضوع امروزه ما nouns count and non-count اسم های حساب شونده و حساب نشونده. از جهت مقدار در زبان انگلیسی اسم ها حساب شونده و حساب نشونده می شوند. در این درس ما آنها را به شما میفهمانیم. یکم میگذاریم به count nouns یعنی اسم های حساب شونده. در شکل تنها میگوییم a book و یا one book. در شکل جمع باشد بعد از اسم ها حرف s اضافه می شود: books, two books, some books, a lot of books. A book و یا one book می شود یک کتاب. چقدر که میدانید ارتیکل a و یا n معنای یک را می دهد و در شکل جمع باشد books می شود کتاب ها، two books می شود دو کتاب، some books می شود بعضی کتاب ها، a lot of books می شود خیلی زیاد کتاب ها. و شکلش رو در اینجا ببینیم. در شکل تنها اسم های حساب شونده پیش از خودشان ارتیکل a و یا n می گیرند و یا کلمه one. در شکل جمع باشد بعد از خودشان حرف s می گیرند. میگذاریم با اسم های non-count nouns اسم های حساب نشونده: mail, some mail, a lot of mail. mail این اسمی هست که شکل جمع ندارد و اسم های حساب نشونده نیز شکل جمع ندارند. اسم های حساب نشونده در شکل singular یعنی در شکل تنها do not use a, do not use one. در شکل تنها ارتیکل an و یا one نمیگیرند. در شکل جمع باشد plural a non-count noun does not have a plural form. اسم های حساب نشونده شکل جمع ندارند. در پایان common non-count nouns اسم های سر استفاده حساب نشونده یعنی اسم هایی که حساب نشوندند و شکل جمع ندارند: advice توصیه، furniture مبل، help یاری، homework وظیفه خانگی، information معلومات، jewelry جواهرات، luck شانس، mail میل، money پول، music موسیقی، traffic تمغشوی راه، vocabulary لغت، weather باد و هوا، work کار، bread نان، cheese پنیر، coffee قهوه، food خوراک، fruit میوه، meat گوشت، milk شیر، pepper
قلمفور در شکل خوکه باشد اگر rice برنج salt نمک soup شوربا sugar شکر tea چای water آب. برای خوبتر فهمیدن میگذاریم با مشق‌های موضوع امروزه. Exercise 2 مشق دوم. Look at the italicized words. Underline the noun is its count or non-count. با کلمه‌های برکی نوشته شده نگاه کنید. Underline the noun اسمها رو تگشون رو خط کشید. Is it count or non-count. آیا این اسم حساب شونده است و یا حساب نشونده؟ دو مثال اول رو خود کتاب اجرا کرده است. He sits on a chair. وی در کرسی میشیند. در این جمله کلمه chair این اسم است و از ارتیکل علاقه ما میفهمیم که این count noun یعنی اسم حساب شونده است. جمله دوم He sits on furniture. وی در مبل مینشیند. کلمه furniture چقدر که میبینید ارتیکل ندارد و پیش از خودش کلمه one ندارد. از اینجا ما میفهمیم که این اسم non-count یعنی حساب نشونده است. جمله سوم She has a coin. وی تنگه دارد. A coin این تنگه می شود و پیش از خودش ارتیکل دارد. از این رو این اسمی حساب شونده است یعنی count noun هست. جمله چهارم She has some money. وی کمی پول دارد. در اینجا کلمه money پیش از خودش ارتیکل ندارد بلکه کلمه some دارد. از اینجا ما میفهمیم که این اسمی non count می باشد. وی کمی پول دارد. تگ اسم رو خط کشیدیم و این اسمی non count هست گفتیم. جمله دیگر The street is full of traffic. کوچه پر از تمغه‌شوی هست. تمغه‌شوی خیلی که در صفحه قبلی گفتیم این non count noun می باشد یعنی اسمی حساب نشونده. جمله دیگر رو میخونیم There are a lot of cars in the street. در آنجا در کوچه ماشین زیاد هست. ماشین این اسمی حساب شونده است. زیر اسمی حساب شونده زیر ماشین رو خط میکشیم و گفتیم که اسمی حساب شونده است. جمله دیگر I know a fact about bees. من درباره زنبورها یک فکت میدونم. خیلی که از ارتیکل علاقه فهمیدیم این count noun میباشد اسمی حساب شونده یعنی میگذاریم به جمله دیگر I have some information about bees. من درباره زنبورها بعضی معلومات ها دارم. کلمه information این اسمی حساب نشونده است. از این رو زیر information و non count رو خط میکشیم. جمله دیگر The teacher gives us homework. معلم با ما وظیفه خانگی داد. خیلی که از صفحه قبلی میدونیم کلمه homework یعنی وظیفه خانگی این non count noun میباشد یعنی اسمی حساب نشونده. جمله دیگر We have an assignment. ما یک وظیفه داریم. از صفحه قبلی از کلمه assignment و article نیز فهمیدیم که این کلمه اسمی حساب شونده است. زیر آنها را خط میکشیم. جمله دیگر I like music. من موسیقی را دوست می‌دارم. کلمه music این اسم است و اسمی حساب نشونده است. ما گفته نمیتوانیم که یک موسیقی و یا دو موسیقی رو نقض میبینم. از این رو این اسمی حساب نشونده است. جمله دیگر Would you like some coffee? آیا قهوه میخواهید؟ و کلمه coffee هم non count noun میباشد یعنی اسمی حساب نشونده. جمله دیگر Our school has a library. در اینجا کلمه a library یعنی کتابخانه اسمی حساب شونده می باشد چون که ترجمه جمله می شود که مکتب ما یک کتابخانه دارد و گفتیم که اسم هایی که پیش از خودش ارتیکل a و یا n می گیرند این اسم های حساب شونده هستند و از این رو زیر آنها را خط می کشیم. جمله دیگر We are learning new vocabulary every day. ما هر روز لغت نو از یاد می کنیم. از صفحه قبلی ما فهمیدیم که کلمه vocabulary در زبان انگلیسی این non count noun یعنی اسمی حساب نشونده بوده است. جمله دیگر رو میخونیم I need some advice. من با بعضی توصیه احتیاج دارم. بعضی توصیه ها احتیاج دارم. کلمه advice نیست این non count noun یعنی اسمی حساب نشونده می باشد. جمله دیگر رو میخونیم Tom has a good job. Tom وظیفه خوب دارد. کلمه a job از ارتیکل فهمیدیم که این اسمی حساب شونده هست و زیر آنها رو خط میکشیم. کلمه work باشد he likes his work و کارش رو نقض میبیند این اسمی حساب نشونده یعنی non count noun میباشد و
ما کارро حساب کرده نمیتوانیم که یک کار و یا دو کار. از این رو کلمه work در زبان انگلیسی حساب نشونده می باشد. جمله آخران را میخوانیم. Maria wears a lot of bracelets. ماریا دستمانه های بسیار را می اندازد و یا می پوشد. bracelet این اسم حساب شونده است چون که حساب کرده می توانیم که چند تا bracelet چند تا دستمانه دارد. از این رو زیر کلمه bracelet و count رو خط میکشیم. برای خوبتر فهمیدن میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 3 مشق سیوم. برای خوبتر فهمیدن درس امروزه مشق سیوم رو اجرا میکنیم. در مشق سیوم در قوطی بعضی کلمه ها داده شدند و در پایان باشد دو تا روی خط است. non count و count یعنی اسم های حساب نشونده و حساب شونده. ما باید در روی خط اسم های حساب نشونده و حساب شونده رو نویسیم. یک تاگی مثال رو خود کتاب اجرا کرده است. mail این کلمه non count می باشد. a letter نامه باشد این اسم حساب شونده. با اسم های حساب نشونده باز داخل می شوند advice توصیه furniture مبل homework وظیفه خانگی information معلومات jewelry جواهرات money پول music موسیقی weather باد و هوا work کار. چطور که فهمیدید اسم هایی که در زیر نوشتیم این non count nouns یعنی اسم های حساب نشونده می باشند و اسم های باقی مانده رو می بینیم. a letter مکتوب این اسم حساب شونده است. a suggestion پیشنهاد a desk میز an assignment وظیفه a fact a bracelet دستمانه a coin تنگه a song سرود a cloud ابر a job وظیفه. چرا که فهمیدید اسم هایی که در زیر آورده شدن این اسم های count nouns یعنی اسم های حساب شونده می باشند. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 4 Most nouns are count nouns. اسم های زیاد این اسم های حساب شونده می باشند. عادتا نظر به اسم های حساب نشونده اسم های حساب شونده زیادترند. Complete the sentences by naming things you see in the classroom. جمله ها رو با چیزهایی که در صنفتان میبینید پر نمایید. مثلا I see a از سبب که article آمده است من باید اسمی حساب شونده مانم. I see a chair من یک کرسی میبینم. I see a همچنین a board من تخته میبینم من یک تخته میبینم. I see a در اینجا باید دو اسمی حساب شونده مانیم. A book and a notebook من یک کتاب و یک دفتر میبینم. I see two pens من دو روچکه میبینم. I see five students 5 دانشجو و یا 5 طلبه میبینم. I see some کلمه some آمده است. میتوانیم در اینجا اسمی حساب نشونده مانیم. I see some water on his desk من در میز وی آب میبینم. I see a lot of fruit there من در آنجا زیاد میوه میبینم. I see many boys من بچه های بسیار را میبینم. میگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. Countable count اینها یک معنا دارند میشود حساب شونده. Uncountable و یا non count حساب نشونده. Advice توصیه. Furniture مبل. Homework کار خانگی. Information معلومات. Jewelry جواهرات. Luck شانس. Vocabulary لغت. Weather باد و هوا. Bread نان. Fruit میوگی. Meat گوشت. Milk شیر. Pepper قرنفل اگر در شکل خاکه باشد. Rice برنج. Salt نمک. Soap شوربا. Sugar شکر. Tea چای. Water آب. در اینجا رسیدیم به پایان درس امروزه و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما می‌دهیم. یکم مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید.
машқҳои 2, 3 ва 4 боби 7 китобро аз нав ба дафтаратон нависед. дуюм, бо вазифаи имрӯза 10 ҷумла нависед. сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода намоед. дар ин ҷо расидем ба поёни дарси имрӯза. агар ба канали мо обуна нашуда бошед, лутфан обуна шавед, ба наворҳо лайк гузоред, фикр ва ақидаҳои худро барои беҳтар кардани сифати дарсҳо дар шарҳҳо нависед. ин наворро ба дӯстон ва наздиконатон равон кунед, то онҳо низ аз дарсҳои мо бохабар шаванд ва барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.